نگو که هنوز فکر میکنی اگه گوشتو با دستگاه تفنگی سوراخ بکنی زودتر خوب میشه. با 6 تا فکت بهت میگم که چرا اصلا نباید سمت دستگاه تفنگی بری. اندازه گیریش دقیق نیست و نمیشه دقیقاً همون جایی که میخوای رو سوراخ کنه. یه بار مصرف نیست و ضد عفونی هم معمولا نمیشه. گوشواره‌های آشغالی میخی که برای سوراخ کردنش استفاده میشه 100% حساسیت زان. این گوشواره آشغالیا هیچ فضایی برای هوا خوردن زخم ندارن، پس ترمیم هم دیر اتفاق میفته. گوشواره‌ای که برای دستگاه تفنگی استفاده میشه تیز نیست، پس بافت گوش رو جر میده و میره داخل که خودش باعث بروز کلوئید میشه. شما مدام نگرانید که پشتش بیفته، پس هی دست بهش میزنید، پس عفونت هم رو شاخشه. بگید ببینم با این شرایط بازم حاضرید با دستگاه تفنگی سوراخ کنید؟